امروز موضوعمون چی بود؟ موضوعی کانفلیکتولوژی ها، جنجال ها. علمی که چی را می‌آموزد؟ جنجال ها را، مناقشه ها را می‌آموزد. شما می‌دونید که یکی از سبب‌های کسل شوی آدم بدبختی آدم چیه؟ جنجال است. جنجال سبب بدبختی، سبب کسلی آدم میشه. که ما گفتیم که علمی که درباره مناقشه ها هست، این چی است؟ کانفلیکتولوژی، یعنی که می‌آموزند. به همون درجه آمدن که در اون یک حجره حتی جنجال میشه. همین در اون یک حجره جنجال میشد، همون آموختن. برای چی بعضی را بیماری ها کسل میکنن؟ مثلا یک میکروب در همه هست، همه را کسل نمیکند، یک آدم را کسل میکند. یا ویروس همه را کسل نمیکند، یکی بعضی را چیکار میکند؟ کسل میکند. همه آدمی که خودش در جنجال هست، ارگانیسمش در تضاد و ضدیت هست، خودش در مناقشه ها زندگی میکند، همون میکروب ها هم با او چیکار میکنن؟ ویروس ها با او جنگ میکنن. برای چنین آدمی که در درونش بسیارتر بیماری دارد، یعنی که جنجال های تضادی دارد، آن وقت میکروب ها حتی که آن پالچکه، یعنی که چوبچه‌ای که در مثلا روده های ما هست که برای ما کمک میکند، غذاهای ما را میپوساند، غذاهای ما را ترش میکند که جبیشان آسان شد، همونها زیدی همه آدم میخیزند. مثلا کنید آدم شکمرو میشه. فهمیدید؟ می آدمی که میگه که میترسد که ترسیده است، چی شده است؟ شکمرو شده است. ایمونیتت سست میشود. اون باکتری هایی که برای ما فایده آور هستند، همونها زیدی همه صاحبش میخیزند. برای این کانسپت، این نظریه در چی بگیرید؟ در یاد بگیرید. آدمی که خودش بسیار در تضاد است، درونش حتی بر ضد او میخیزند. ویروس هایی که هر کس کسل نمیکنن، لیکن اونا چیکار میکنن؟ اونا کسل میکنن. حتی که در پوست بیماری میشد، این اعصاب جنجال است. اینکه مناقشه هایی که هست در دولینی چیست؟ دولینی یعنی فشار بلندی، این هم چی است؟ این هم بیماری تضاد است. ما تو حقیقت میفهمونیم. یک قانون است، قانون فلسفی. یگانگی، قانون چی؟ یگانگی یعنی که یک جایان ولی به هم چی هستن؟ ضد هستن. قانون یگانگی و به هم ضد. ما اویله زندگی میکند، لیکن چخورتر نگاه کنیم در اویله چی گپ هست؟ تضاد هست. بین زن و مرد در چی مبارزه میروند؟ در درون اویله. زن و مرد برای چی مبارزه میبرند؟ برای به دست در آوردن اقتصادیات خانه. مثلا زن کوشش میکند که پولا در دستش باشن، مرد کوشش میکند که یعنی که آزادی اقتصادی یا که مالیوی خودش به دست داشته باشد. بسیار وقت زن مبارزه میبرد که در این مسئله، حتی کودک خود را هم مبارزه میبرد که همین که اقتصادیات خانه را به دست گیرد. نباشد اویله یک هست که در درون یعنی ضدیت ها هست. در درون انسان هست حیات، در درون انسان هست مرگ. یگانه حیات، لیکن چی میشه؟ روز میشه چی میشن؟ جدا میشن. یعنی این قوای چی هست؟ تضادهای یگانگی و قواهای به هم ضد. 7 نمود جنجال هاست. انسان از 7 قسم عبارت هست، 7 نمود جنجال هاست. یعنی که جنجال های هستند که در باطن انسان هستند، جنجال های هستند که در بیرون انسان هستند. 4 تا اون در باطن انسان است. یکی جنجال اون است، جنجال انسان با خودش، نفسش ضد می‌براید. این بیماری چی میکنه؟ بیماری ماندشوی بدن، استنیزاتسیا می‌گیرد. تونوس بدن، قوت بدن سست و ضعیف میشه. بیماری در اون انسان است، احساس انسان، ایموسیاش. یعنی که وقتی که دل انسان گرم نیست، محبت ندارد، کم حلاوت میبرد از زندگی، با چی گرفتار میشه؟ روبرو میشه با دپرسیا، رو افتادگی، با ترس،
هراس، بزیقی، بسیار چیزهایی که از حساب دیگه است. مثلا یکی از بیماری‌های سخت است بیماری عاشقی. دل عاشق میشه، با نگاه کنید همون زندگی هم آدم با اگر به مقصدش نرسید بسیاری‌ها دیگر زندگی نمی‌کنن. عاشقی هم چی است؟ بیماری است اگر از حد گذرد، یعنی که ادارت کند، زندگی تویران کند. بیماری دیگر چی است؟ بیماری که عقل، یعنی که زیدت میبرد. تو چیکار کردی که یک عقلی که توفای خداوند است بر ضد تو کار میکند، تو را یاردم نمیکند، مصلحتت نمیتید، که فکرهای بی‌ضابط میتید، بر ضد تو میخیزند، تو را مثلا در یک مسئله میگو یاردمت نمیکند، برای تو عقل دور و دراز گرسنه موندی، خوراکش ندادی، خوراکای ویرانش دادی، اطلاعات و دانش‌های درستش ندادی، عقلت یاردمت نمیکند. برای همین چنین آدم باید عالم گوش کند، یا عالم باش یا طالب علم یا دوستدار عالمان یا همنشینشون باش، از پنجمین ما باش که هلاک خواهی شد، گفتی رسول اکرم درود سلام بالا. انا که نگاه کنید چی شد؟ بیماری عقلی چی میتید؟ مانده شوی عصب میتید. چون آدم آهسته آهسته دو کردو رو حل کردن نمیتونه، پرابلم‌های زندگیش حل کردن نمیتونه. برای عقلش مانده شده است، عصبش چی شده است؟ مانده شده است. میشود مسئله وجدان سودیای ما جنجال میکنند، یکی ما رو در این یا آن کارها چیکار میکنند، مثلا فشار میبره در این یا آن کارها ما رو مشکلی ایجاد میکند. اگر وجدان سختگیر باشد، رنگ سودیه های بعضی جاها که سرازو میگن بکشه دفش که نیست که بعد 25 سال پرتوش نه. سودیه ما باید، حکمی ما باید چی باشد؟ صفات های خدا رو داشته باشد، آموزنده باشد، بخشنده باشد، گذشت کننده باشد. مثلا گناه حساب نمیشد تا آن که پوشیده. وقتی که کشاده میشود کو، انا اون وقتی حساب میشود. یا کنید چقدر نازکی ها داره. یا شرط قاضی تا 3 بار میگن کو، 3 بار قاضی چیکار میکنن؟ سودیه، یعنی که حکم تو را مثلا جزا نمیتن. یکی به هر حال راه های گوناگون است. اگر وجدان سختگیر، وجدان اگر قواهای بد باشد، انسان فکرهای چی میتید؟ فکرهای بیزار کننده میتید. مثلا خدا را اگر ساز نشناسد، خطا کند اگر میگه خدا میزند تمام، مرا چی میشد؟ مرا میگه دوزخ میبرد. همین خطی سختگیری میکند نسبت خودش. یا که بعضی ها چنان اکثر مثلا زنها را، بیچاره ها را در یک چارچوبای مثلا سختی چی میخوابند، چارچوبای سختی دینی میخوابند. بیچاره ها یک تا خطا کنند اگر خودشون چی حساب میکنند؟ دوزخی، خودشون بدبخت حساب میکنند. لیکن انسان به خطا و به گناه متاسفانه نمیشه. به هر حال این شما بگیرید به نظر که جنجال است و وقتی وجدان جنجال میکند، گمان بد میتید، آدم بدگمان میکند. در قرآن نوشته شده است که بدگمانی گناه کبیره است، یعنی که سخت است. یا رسول اکرم حدیث میگه خدا گفته است بدگمانی نکنید که من در گمان شمایم، هرچی گمان کنید من همانم. یعنی که انسان تقدیر خودش به کار خودش مینوشته است. با جنجال هست چی؟ جنجال هست با جمعیت، با آدما، با خویشتبارا، با نزدیکا، با همسایه. بعضی حالت آدما با دولت جنجال میکنن، میخیزن جنجال میکنن. این سبب اون میشود که میگن که کسی که با حاکمان جنجال میکند زندگی او رو ببرد، یعنی از زندگیش چی میشود؟ از زندگی به راحت محروم میشود. این اکنون حدیث صحیح هست یا که حدیث ضعیف است، اینا علما با خوبتر میدونن. علمای صحیح گویم که حدیث شناسی یکی به هر حال جنجال با حاکم، مناقشه با حاکم، این چی میشد؟ زندگی رو ببرن. یا که میگن مکن جنجال با ارباب که میزند به هر باب. تصور کنید که شما بدونید یک جنجالی است که با جمعیت است. همین جمعیتی که ما داریم اگر بعدش بینی از این جمعیت راحت نمیگیریم، نمیشود بنده های خدا را، شهروندا را، مثلا هم زبان، هم ملت، هم مسلک اینا را بد بینی، نمیشود. همین کسی که آدم دوستدار است خیلی منفعت میبینه، کسی که آدم بد میبینه چی؟ خیلی زیان در اون میرسد. یعنی که شما در یاد بگید از این روز پیش آدم دوستدار شوید. برای چی آدم دوست داشتن نکنه؟ برای که بنده خدا در درونش چی داره؟ جان داره. جان.
وقتی که ما و شما تونستیم به همین جمعیت مناسبت کردن، رضا بودن با تقدیر و کوشش کردن در کار که جمعیت پیش برود، حصه خود در انکشاف دولت جمعیت گذاشتن، این سبب پیشروی میشه. حتی به فرزندی را که مثلا فرزندی قابل تربیت میکنی، همون منفیت چیست؟ منفیت به جامعه، برای تو مردم رحمت میگوید. شخصیت کسی میشه که به جمعیت منفیت میاره. کسی به جمعیت در جنجال هست، این خیلی هست، او خیلی هست، آدم بد شدن، خودش همین خیلی هست. همین کسی مردم ها میگه بد است، خودش همین خیلی هست. او خود چه در نظر دارد؟ برای مردم باید گفتن لازم نیست. اینکه جنجال با مردم با جمعیت نکنید. این جنجالی بسیار چیز مشکل است. آدم کم بغل میشد آهسته آهسته. خیلی میدونه جنجال با خویشا هست، جنجال با همسایه است. میبینیم در مسئله چی؟ در مسئله جنجالی یکی از جنجال های دیگر، ششم جنجال با طبیعت است. آدم نفسش میگیرد، خلاص جنجال با چیست؟ با هوا. آدم در گرمی طاقت نمیکند، جنجال با چی است؟ با آفتاب. آدم با خوراک غذای میخورد، الرژی میشود، این هم جنجال با خاک است. آب هست، آدمایی که از آب است اون قدر نمیشویند تنشون که هیدروفوبیا دارن و بعضی بیماری هستن، از آب ترس دارن. شستن آب برای وای بسیار بسیار مشکل است. این هم چیست؟ جنجال است. جنجال با طبیعت دوست دارید. طبیعت شما رو چیکار میکنه؟ قبول میکنه. و یکی از جنجال های سختی دیگر، این جنجال با تقدیره. کسی که با تقدیر در جنجال است، یعنی از تقدیرش رضا نیست، روز تا روز مشکلی ها با سر آمدن میگیرد، چون که تقدیر بد فعال شدن میگیرد. الیمنت هایی که در DNK و در خروموسوم ها هستند که برنده کسلا هستند بیدار میشن. چیکار کنید با تقدیرتان؟ با تقدیرتان چیکار کنید؟ راضی شوید. کی از تقدیر راضی است؟ هم خرید راضی شده. یعنی که این روزینه ما درسی که گذراندیم، این روزینه ما سکوتی که گذراندیم، من فکر میکنم که انشالله نتیجه داد و شما این چیزها را در زندگیتون استفاده برید. جنجال ها را برهم زنید. وقتی که سر آدم از جنجال ها خلاص شد، خوشبخت می شود. جنجال ها سبب رخ زدن کسلی ها هستند. جنجال هایی که در ما پیدا میشن، مناقشه ها سبب رخ زدن این یا آن بیماری ها هستند. حتی که جنجال های سخت‌ترین نفرت دار برک میبرند میرسونند. تصور کنید. برای همین احتیاط کنید. نارضایتی دوله نمیکند. وقتی آدم نارضا است، خفگی ضابط میکند، جوهر کسل میشه. کینه دل کسل میکند. رشک و مثلا ترس و هراس با قند و بیماری‌های گوناگون میبرند. بد دیدن خودت و بیماری‌های پیوندرد و روماتیسم و کارهای دیگر میبرند. این علم پسیخوسوماتیک میآموزد که ما در آینده شما رو گم میزنیم. سوال دارید؟ خوشبخت باشید.